بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درسای جاوا امشب موضوع Object Oriented Programming میخوانیم که به شکل دیگه یا روش دیگه در بچه‌ها شما روبرو میشین با به نام OOPS که برگرفته شده از امو Object Oriented Programming Systems است و یک کانسپت بسیار مهم و بسیار کاربردی در زبان جاوا است. نه تنها در زبان جاوا، در تمامی زبان‌های برنامه‌نویسی، مخصوصا زبان‌های جدید، چرا معمولا زبان‌های جدیدی که امروزه ساخته میشن و معمولا ما کار میگیریم، اونا تمامیشان با استفاده از کانسپت OOPS یا Object Oriented ساخته میشن. خب در کل Object Oriented چی است و چرا برای Object Oriented میگیم؟ چی خوبی داره از روش قبلی که ما داشتیم به نام Procedural؟ گرچه در جریان درسای خود چندین بار به این نکته اشاره کردیم، اما امشب چون که موضوع درس ما Object Oriented است، به او خاطر این با جزئیات میخوانیم. قسمی که البته نام دی مشخص میسازه، OOPS از کلمه Object Oriented Programming گرفته شده و OOPS refers to the language that use object in programming. چرا این را Object Oriented میگیم؟ به این خاطر که زبان به خاطر تمامی کارهای خود یا هر چیزی که ما با استفاده از این زبان‌ها میسازیم، او را در قالب چی میسازیم؟ در قالب یک آبجکت یا به شکل یک آبجکت میسازیم، یا تمامی موضوعات را به شکل آبجکت ما در این زبان‌ها تعریف میکنیم. آبجکت چی هستن؟ آبجکت اشیایی که ما در زندگی روزمره کار میگیریم. هدف ساخت زبان یا روش پروگرامینگ آبجکت اورینتد امی بود تا بتانیم موضوعاتی را که در زندگی روزمره خود با اونا سر کار داریم به بسیار راحتی و به بسیار خوبی با اونا پروگرام نوشته کنیم یا اونا را به شکل سافت‌ویر تبدیل کنیم، یا اگر برای اونا سافت‌ویر میسازیم سافت‌ویر را به راحتی و درستی تنظیم کنیم و بسازیم. و این خاطر روش یا کانسپت Object Oriented به بار آمد. خب قسمی که گفتیم they use object as a primary source to implement what's to happen in the code. در زمانی که ما میخوایم یک چیز را بسازیم، مهمترین بخشی که البته مد نظر میگیریم یا تمامی کارهایی که البته میکنیم اونا رو در قالب چی در قالب آبجکت و یا آبجکت من ایس اونمو منبع اساسی خود یا منبع اصلی به خاطر پروگرامینگ خود استفاده میکنیم یا به خاطر نوشتن کد خود استفاده میکنیم. Objects are seen by viewers or users performing tasks assigned by you. یعنی زمان آبجکت ها چی هستن؟ تمامی آبجکت ها قابلیت دید را به یوزر دارن، به دیور خود دارن. او را ما میتونیم ببینیم که چی است، چطور کار میکنه، چطور میتونیم از او استفاده کنیم، چی پراپرتی هایی در خود داره، چی فانکشن ها یا کارکردهایی از خود میتونه داشته باشه. پراپرتی گفتیم که خصوصیات او آبجکت چی هستن، چطور بتونیم یک آبجکت با آبجکت دیگه فرق کنیم. و در فعالیت چی داریم؟ performing task assigned by you. و آبجکت چی بخش دیگه چی هستن؟ یک بخشش اونمو قسمتایی است که ما میتونیم یک آبجکت با آبجکت دیگه فرق کنیم نظر به دید. به طور مثال، یک مثال ساده اگر براتون بتونم، در اینجا مثلا موتور، شما ببینید موتورها را، هر موتور یا تولید هر کمپانی موتورایی به طور مثال در یک سال میآیند. مثلا سال 2022 رو مثال میگیریم، شما زمانی که بین 4 یا 5 موتور 4 یا 5 کمپانی را با هم استارت کنین، در حال که شاید سال تولید همش 2022 باشه، اما بالاخره نظر به کارکرد و نظر به پراپرتیایی که دارن چی هستن از هم دیگه فرق میکنن. مثلا یکیش رنگش فرق میکنه، یکی البته شیپ یا شکلش فرق میکنه، یکی مثلا به طور مثال دروازه‌اش به یک شکل ساخته شده، از دیگه مثلا ماشینش به شکل دیگه ساخته، از دیگه موتور قسمت داخلیش به یک شکل دیگه ساخته شده و بعضی چیزایی را در خود کم و زیاد داره. و می شکل چی خوبی‌های از نگاه کارکرد دارن، مثلا چقدر سرعتشان بالاتر یا پایین‌تر از دیگه هستن، موارد سیفتی یا سکیوریتی نشان در چقدر به چی اندازه هستن و موارد ایمنیشان به چی اندازه هستن. تمامی اینا نکات هستن که باعث میشن یک آبجکت با آبجکت دیگه فرق شود.
و قسمی که براتون گفتیم object oriented program aims to implement real world entities. ما از object oriented چرا استفاده میکنیم؟ تا بتونیم تمامی کارهایی را که یا مواردی را که یا موضوعاتی را که یا اشیایی را که ما در زندگی روزمره خود می‌بینیم او را در پروگرامینگ اپلای کنیم. چون زمانی که شما یک نمونه، یک کانسپت بازتر و یک کانسپت کلیر برش میگیم یا واضحیت یک موضوع داشته باشید، بسیار به راحتی میتونید برای پروگرام نوشته کنید. مثلا یک کس برای شما میگه یک پروگرام نوشته کنین که دروازه موتر به طور مثال بعد یک مدت زمان خودش اتوماتیک کلوز شود یا بسته شود. چون که شما میبینید اون یک چیز از قابلیت دید داره، قابلیت رویت داره، قابلیت ازی است که تا لمس شود، پس شما راحت میتونید و میبینید به چه شکل فعلا که البته کار میکنه، چطور کار میکنه و برای از پروگرام که میخواین بسازین باید چه خصوصیات را در اون مد نظر بگیرید، کدام موارد را در پروگرام مد نظر بگیرید. بسیار به راحتی ساخته میشه چرا یک ریل ورلد انتیتی است. و در پهلوی از اون میتونیم خصوصیات دیگه در ریل ورلد انتیتی است، مثل انهریتنس را در آبجکت ها اعمال کنیم، موارد وراثت را، هایدینگ را، یعنی بعضی بخشا را البته هاید کنیم، بعضی یوزر بعضی را شو کنیم و یا بعضی بخشا را هاید کنیم اما نظر یا شو کنیم، نظر به بعضی قوانین یا نظر به بعضی شرایط مختلف. مثلا به طور مثال یک مثال از آبجکت ریال براتون بدم، مثال موتر ما شما دادیم، بعضی قسمتات دید یوزر هاید است یا پنهان است، اما بعضی قسمت‌ها به نظر به یک حالت خاص چی میشن؟ قابلیت دید میشن یا قابلیت رویت پیدا میکنن. به طور مثلا ایربگ موتر در به شکل ابتدایی هاید است، از دید یوزر چی است؟ پنهان است، اما زمانی که واقعیت صورت میگیره، یک حادثه صورت میگیره چی میشه؟ بالاخره رویت پیدا میکنه و در اون اساس باید چی کار میکنه؟ عمل میکنه تا اینکه جان خود راننده و یا کسایی که در موتر هستن اونها رو نجات بده. پس اینا چی هستن؟ ما میتونیم اینمی کارا را اگر خواسته باشیم در پروگرامینگ چطور انجام میدیم، او کارا میتونیم مثلا با استفاده از چی انجام بدیم؟ با استفاده از object oriented programming انجام بدیم. یا پولیمورفیزم، پولی به معنای چند برش میگیم و مورف شکل چی هست؟ یعنی فرم یا شکل برش میگیم. پولیمورفیزم در کل میتونیم برای بگیم چند شکلی. مثلا یک کار با یک روش چند کارکرد می داشته باشه یا چند استپ یا چند لایه میتونه داشته باشه. مثلا شما یک فنکشن داریم، یک فنکشن میسازیم مثلا به نام پرینت اینفو و در اونجا چی کار میکنین؟ میخواین که معلومات را پرینت کنین، اما از اون میتونین چند نمونه داشته باشین، یعنی با چند روش نوشته کنینش. یکیش مثلا تنها نام یک شخص پرینت کنه، دیگه نامش همراه شماره تماسش پرینت کنه، دیگه نام شماره تماس و آدرسش پرینت کنه. نظر به ضرورت چیکار میکنین؟ از اون استفاده میکنین. مثلا به طور مثال شما در پروگرام میسازین به بخش فایننس، به بخش فایننس پروگرام میسازین. پس زمانی که پروگرام را میسازین در اون قسمت چیکار میکنین؟ زمان در اونجا چند استپ می داشته باشین. کارمند میاد در آخر ماه از شما میگه که برای من به طور مثال معلومات معاش ما بده. خب شما برای چی کار میکنین؟ میتونین معلومات ابتدایی معاش که نیازت برای بتین، مثلا بالاخره این قدر معاش داشت، اگه اضافه کاری یا اوور تایم داره قدر اوور تایم داشت و نظر به اینی ساعت ها یا به اساس این قدر وقتی خودت کار کردی این معاشت چی کار شده برای خودت تنظیم شده. مثلا ساعتوار این قدر معاش بوده، بالاخره ضرب میکنیم به ساعت، در آخر ماه هر قدر ساعت کار کرده برای ما اندازه معاش میدیم. یک ورژن معلومات در اونجا وان پرینت انفوس که یعنی پرینت میکنیم معلومات را. در جای دیگه مثلا به طور مثال بخش فایننس، خود مدیر فایننس کار داره یا کارمندای بخش فایننس که میخواین تمامی موارد را مد نظر بگیرن یا بالاخره که با کی چقدر معاش داده شده، چقدر کار کرده، بعض ساعت غیر حاضر بوده، حاضر بوده، اینا رو نشان بده. در اون چی کار میکنه؟ جزئیات بیشتر برش نشان میده.
شما سیم میتونین فانکشن داشته باشین به نام پرنت انفو، اما در اون چی باشه؟ مثلا معلومات را به شکل دیگه یا به خصوصیات زیادتر پرنت کنه، اون شکل به شکل دیگه و غیره. In programming, the main aim of object-oriented programming is to bind together the data and the functions that operate on them so that no other part of the code can access this data except that function. ما اصل گفتیم آبجکت، زمانی که ما میخوایم یک آبجکت بسازیم، آبجکت معمولا دو خصوصیت اساسی داره در خود یا دو بخش اساسی داره در خود. یکی چی هستن؟ یکی دیتایش است، یا یکی میتونه پراپرتیش باشه و یکی میتونه فانکشنش باشه. و چرا ماضی کار میگیریم؟ تا بتونیم که اینا را با هم یک جا بسازیم و نظر با یک جا ساختن اینا تعیین کنیم که کدام بخش دی پروگرام در چی صورت و با کدام شرایط برای یوزر قابل دسترسی داشته باشه یا یوزر بتونه از او استفاده کنه. کورا میتونه در قالب چی فانکشن ها اینا تنظیم کنیم. یعنی زمان یوزر اگر این فانکشن کار میگیره برش معلومات رو در اختیارش بده، اگر نمیگیره در اختیارش نتی، یا اگر این فانکشن کار میگیره به این اندازه معلومات رو در اختیارش بده، به این اندازه اگر نمیگیره معلومات دیگر رو به اختیارش نتی. خب اوپس پریکوزیت، خب بعضی در کل اوپس یا می object oriented programming بعضی پریکوزیت ها داره، بعضی پیش نیازها داره. چرا ما زمانی که میم از فانکشن بحث میکنیم که یک بخش مهمه یک بخش مهم object oriented programming language است و یک بخش مهم یک کلاس است یا یک آبجکت است در کل، پس همین میتود بعضی خصوصیات را در خود داره. و یا ای که مثلا موضوعی را بیشتر در اینجا گفتیم که ما میتونیم بعض مثلا real world entities را با استفاده از این object oriented programming language اعمال کنیم که inheritance و hiding و polymorphism مثال دادیم در اینجا. پس به خاطر تمامی اینا و بعد پیش نیازها نیاز است که ما باید تو را بفهمیم. گرچه ما شما خواهیم صرف من یک مرور میکنم ان شاء الله شما تمام شد و یادتان هستن. به طور مثال یک فانکشن شما زمانی که میسازین یک بخش مهم چی هست؟ اکسس مودیفایر هم فانکشن هست. چی اکسس مودیفایر داره؟ اکسس مودیفایر گفتیم چی است؟ به خاطر تعیین سطح دسترسی یوزر به یک فانکشن است یا به دیتا یک فانکشن است یا به کارکرد یک فانکشن است. در کل به خاطر دسترسی پیدا کردن به یک یوزر به یک فانکشن ما چیکار میگیریم؟ از اکسس مودیفایر استفاده میکنیم. که گفتیم به شکل کلی ما در جاوا 4 نوع اکسس مودیفایر داریم. مثلا پابلیک، شما زمانی به یک میتود پابلیک تعیین میکنین یعنی یوزر از هر کلاس، از هر پکیج، از هر قسمت میتونه چیکار کنه؟ به اون دسترسی داشته باشه. مثلا گرفتین پابلیک استاتیک واید و طور مثال پرنت انفو اضافه کردیم، در اون چی هست که از هر کلاس، از هر پکیج میتونن چیکار کنن؟ او میتود را به دست بیارن و بالاخره ایمپلمنت کنن یا اعمال کنن یا از استفاده کنن. اما زمانی که میان از پروتکتد استفاده میکنیم، پروتکتد چی کار میکنه؟ در اونجا میگه نخیمی به این اندازه اختیار برای یوزر ندید که از هر کلاس، از هر پکیج و از هر قسمت پروگرام بتونه از استفاده کنه. نخیمی به یوزر به این اندازه اختیار بده که بتونه مثلا به یوزر که یا به بخشای بتونه به یوزر اجازه بده که اگر در همین کلاس هست یا به یوزرایی که در همین کلاسی که تعریف شده بتونن استفاده کنن از این، و یوزرایی که در کلاس‌های دیگه هستن و در سیم پکیج هستن بتونن از استفاده کنن. نقطه دوم یا کاتگوری دوم یوزرها و کاتگوری سوم چی هست؟ و یوزرایی که در پکیج‌های دیگه هستن اما با استفاده از بتونن به دسترسی پیدا کنن با استفاده از سپلس. شما زمانی که میایین از پرایوت استفاده میکنین، پرایوت تنها اکسسیبل به کی هستن؟ به کسایی که در این کلاس هستن. یعنی سطحش چی میشه؟ کوچکتر میشه. ای به تمام یوزرها از هر کلاس، از هر پکیج بود و ای به یوزرایی که در همین کلاس و در همین پکیج بود میتونستن کار بگیرن و اگر پکیج‌های دیگه هستن با استفاده از سب کلاس میتونن دسترسی داشته باشن به فانکشن‌های یک کلاس و ای چی هستن؟ تنها به یوزرایی که در سیم کلاس هستن میتونن کار بگیرن یا میتونن در سیم کلاس هستن میتونن استفاده کنن. بیرون از کلاس نمیتونه کسی کار بگیره، حتی در اون پکیج هم اگر هست نمیتونه کار بگیره. اما دیفالت چی هستن؟ تنها سیم کلاس و سیم پکیج است. یعنی یک استپ پایان‌تر از این است.
اتاگیر بیاریم به این شکل تنظیمش کنیم خوبتر گفتگان تا میتونیم معنا بگیریم برش. بالاترین سطح دسترسی را بر ما کدام عکس مودیفایر میتونه؟ پابلیک. بعد از چی کار میکنه؟ چرا که هر کلاس و هر پکیج میتونه به دسترسی داشته باشه. دوم پروتکتد است. در سیم کلاس سیم پکیج و پکیج های دیگه با استفاده از ساب کلاس. دیفالت چی هستن؟ بعد از پروتکتد قرار دارن. سطحش کمتر میشه. و البته ساب کلاس اینا رو از بین میبرن. تنها در اینجا چی رو به اختیار ما میده؟ تنها در اینجا برای ما میگه که شما میتونین که اگر در سیم کلاس و سیم پکیج هستین از این کار بگیرید. و پرایوت چی هستن؟ سطحش کمتر میسازه. میگه تنها در ودن سیم کلاس اگر هستین میتونید کار بگیرید، حتی در پکیج هم میتونید از این استفاده کنید. این یک بخش عمده چی؟ یک میتود. گفتیم بعدم تکراری چی داد تکراری اتیار بارها کار کردیم. شما میتود با تمامی جزئیاتش با تمامی بخشایش البته خواندیم. قسمت دیگه که البته داریم ریترن تایپ است. ریترن تایپ یک یوزر چی ریترن تایپ داشته باشه؟ آیا بتونه از این بخش استفاده کنه یا نتونه استفاده کنه؟ مثلا چی رو ریترن کنه؟ آیا دیتا رو بخوایم ریترن کنیم یا واید باشه که ریترن نتونه؟ میتود نیم یک بخش دیگه بود که هر میتود باید یک نام داشته باشه و قانون نامگذاریش هم گفتیم با چی شروع میشن؟ با یک ورب شروع میشن و حرف اول کلمه اول یا ورب کس با چی شروع میشن؟ با حرف خرد شروع میشه. پارامتر آیا داره نداره؟ اگر داره پارامتر براش اضافه کنیم. میشه پارامتر به هر نوع باشه، به هر تایپ باشه یا تعدادش کم تر و یک دو سه و بالاتر باشه. اکسپشن لیست البته میتونه داشته باشه. میتود بادی است یک بخش مهمش است، باید بادی داشته باشه. شما در بین بادی بتونید اما شرایط یا چی میخواین با میتود چی کار انجام بدین اون شرایط رو نپشت میکنید که معلومات را پرینت کنه یا یک عملیه را اجرا کنه. به طور مثال یک عملیه ریاضیکی را انجام بده. تمامی اینا چی هستن؟ بخشای مهم یک چی هستن؟ یک میتود هستن. مسیج پاسینگ یک بخش مهم دیگه در آبجکت اورینتد چی است؟ مسیج پاسینگ است که در آبجکت اورینتد پروگرامینگ یا آبجکت کامیونیکیشن یا کامیونیکیت with objects communicate with one another by sending and receiving information to each other. چرا آبجکت ما مثال میتیم بسیار ساده اگر بگیم مثلا ما در اینجا مثال برش میتیم کلاس مثلا مثال بدیم برش. زمانی که یک کلاس میخواد با کلاس دیگه البته ارتباط برقرار کنه، چطور میتونه برقرار کنه ارتباط؟ با روان کردن معلومات با مسیج پاسینگ که میتونه مسیج از یک کلاس بگیره یک کلاس دیگه مسیج بفرسته و اون مسیج میتونه در قالب هر معنی و معلومات باشه. A message from an object is a request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object that generate the desired result. مثلا شما آمدین در یک کلاس یک فانکشن را تعریف کردین، در کلاس دیگه از استفاده کردین یا در فانکشن دیگه در کلاس دیگه او را کال کردین. یعنی در این قسمت چی کار شد؟ ما یک پیام روان کردیم و از طرف پیام گرفتیم و اون یک ریکوست روان کردیم که برای ما اختیارات از این بده که ما بتونیم از این میتود را استفاده کنیم. اون زمانی که داد ما گرفتیم معلومات بر اساس از پرینت کردیم و دوباره ریزالت روان کردیم که ما معلومات ما پرینت شد. مثلا همین مسیج پاسینگ که زمان میگیم روان کردن ریکوست و ریسیو کردن ریکوست چند بخش را میگیرن که یکی از اونها چی هستن؟ مسیج پاسینگ involve specifying the name of object، نام آبجکت را مشخص میکنیم، name of the function، نام فانکشن را مشخص میکنیم، and the information to be sent و کدام نوع معلومات را میخواین روان کنیم. اینا چی هستن؟ کلا یه دوره براتون دانه کار میکنیم. خب اوپس کانسپت چند بخش را در خود داره. گفتیم که یکی از کلاس، آبجکت، میتود و متد پاسینگ و 4 بخش دیگه در یعنی خود در کل اوپس از چند ساخته شده؟ از 4 بخش از 4 پلر ساخته شده که وارد از چی هستن؟ ابسترکشن، انکپسولیشن، انهریتنس، پولیمورفیزم. و پولیمورفیزم با در خود 2 نوع داره که یکی عبارت از کامپایل تایم پولیمورفیزم است
و دیگه‌ش هم عبارت از ران تایم پلیمورفیزم هستن. اینا چی هستن؟ کامپایل تایم پلیمورفیزم و ران تایم پلیمورفیزم چی معنا میدن؟ یارا میخوانیم تمام میشه. خب ما زمانی که میم از یک آبجکت بس میکنیم، آبجکت به چی معنا؟ آبجکت رو گفتیم معمولا ما در قالب چی نوشته میکنیم؟ در قالب یک کلاس یا با استفاده از کلاس ما یک آبجکت میسازیم معمولا در پروگرام. مثلا اینجا اگر بیاییم ما این قسمت میایم پروژکت را باز میکنم، پروژکت مربوطه کلاس را به نام تی پروژکت است. من نیو ویندو برش انتخاب میکنم تا برای من پروژکت را باز کنم. خب زمانی که در این باز شد حالا چی کار میکنم؟ یک کلاس میسازم. یک کلاس میسازم به هر نام مثلا میتونه باشه. به طور مثال مثلا اینجا من نام چی میگیرم؟ من نام اوپس میگیرم. اوپس ساخته شد و یا ای که قانون مراعات کنیم اوپس به این شکل میگیریمش. این ساخته شد این یک کلاس. حال زمانی که از آبجکت بحث کردیم میایم یک آبجکت میسازیم. آبجکت گفتیم دو بخش داره. اول خود آبجکت رو میسازیم و بعد از دو بخشایش و دو بخشش چی هستن؟ یکی عبارت از پراپرتی است و دیگه بخش دیگه‌ش عبارت از فانکشن است. همون میتودی که میگیم برش. خب چطور آبجکت میسازیم؟ مثلا میگیم کلاس آبجکت ما چی هست؟ به طور مثال آبجکت میسازیم کار. بعد میایم قوسایش هم باز میکنیم بالاخره آبجکت ما ساخته شد. آبجکت ما چی هست؟ کار است. ریل ورلد انتیتی است. همه ما دیدیم میشه، همه ما از این استفاده کردیم و بالاخره با خصوصیاتش آشنا هستیم. حالا چی کار میکنیم؟ زمانی که آبجکت ما ساخته شد گفتیم هر آبجکت دو بخش داره. یکی پراپرتی است، یکی عبارت از فانکشن است. پراپرتی یک کار میتونه چی باشه؟ مثلا پراپرتی یک کار مثلا میتونه باشه به طور مثال هر کار یا هر موتور چی داره؟ مثلا کلر داره، یک رنگ داره، در خود یک رنگ می داشته باشه. دیگه چی داره؟ هر موتور که از بالاخره مثلا ویل داره. چند تایر است؟ ما به این شکل بعضی موتورها مثلا 4 تایر دارن، موتورهای کلانتر 3 تایر دارن. اگه اشتباه نکنم مثلا 8 تایر و 12 تایر و غیره میتونن داشته باشن. و یا بعضی موتورهایی هستن که کمتر از او دارن. مثلا هر موتور بالاخره چی داره؟ مثلا میتونه داشته باشه به طور مثال میگیریم اسپید لیمیت برش تعیین میکنیم. مثلا میتونیم برش اسپید لیمیت شو تعیین کنیم ان بتیم. اسپید لیمیت داشته باشه. یا هر کار مثلا میتونه داشته باشه به طور مثال تایپ داره. تایپش چی است؟ نوعیتش استرینگ است. برای خط تایپ برش اضافه میکنیم. تایپ میتونه داشته باشه و غیره بخشای دیگه. مثلا چند نمونه مثالش گفتیم، چند مورد اساسیش گفتیم. و در این یه زمانی که ما میایم از بخش دیگه گفتیم که داریم چی است؟ عبارت فانکشن است. یعنی متدایی است که ما کار میگیریم. هر کار از خود یک فانکشن یا کارکردهای مختلف در کد میتونه داشته باشه. مثلا ما میایم یک فانکشن براش میسازیم، مثلا میگیم public static مثلا void باشه print info، یک متد عمومی. و در این چی کار میکنیم؟ این معلومات رو میخوایم پرینت کنیم. ساده اگر خواسته باشیم پرینتش کنیم، میایم در این میگیم پرینت کو. چی را پرینت کو؟ در این میتونیم مثلا هر چیزی را خواسته باشیم پرینت کنیم. مثلا تمام میگیم که پرینت کو بس مثلا یک مسیج ساده میگیم کار انفورمیشن، انفورمیشن یک نمونهش. یعنی آبجکت ساختیم، بالاخره بعد پراپرتی هایش را ساختیم و در این قسمت چی کار کردیم؟ در این آمدیم فانکشن ساختیم و این فانکشن میتونه زیادتر باشه، مثلا سرعتش هم معلوم کنیم، تایپش چی باشه، حتی یرر مثلا سالش، تولیدش چه وقت است و غیره موارد دیگه که مثلا در یک کلاس، در یک آبجکت حتمی و ضروری است و در یک آبجکت زمانی که ما استفاده میکنیم معمولا اون موجود میباشه، از اون ما میتونیم استفاده کنیم.
این چی هستن؟ این بخشای مهم و عمده یک آبجکت هستن. یک کلاس در کل هستن که دو بخش داره که یکی عبارت از پراپرتیز است و بخش دیگه عبارت از چی هستن؟ بخش دیگه عبارت از فانکشن هستن. این چی بودن؟ ساختن یک آبجکت بود. من دوباره بالای قسمت. خب گفتیم کلاس بس کردیم. کلاس چی است پس؟ Class is a user-defined blueprint or a prototype from which object is created. Class چی است؟ یک بلوپرینت است، یک پروتوتایپ است، یک نمونه است. نمونه چی؟ نمونه‌ای که با استفاده از چی میسازیم؟ ما آبجکت میسازیم. ما اینجا ساختیم یک بلوپرینت ساختیم در این قسمت به نام کار. آیا این رو میتونه یک نفر بگیم؟ مثلا یک نفر میگه موتر خریدی؟ ما میگم موتر خریدیم. آیا این معنای مکمل برای میده؟ یا مثلا به طور مثال خب یک کس میگه که دو موتر با هم تکر کرد، یا موتر به طور مثال موتر دزد برد. خب اگر شما بیاین پارکینگ ببینین در اینجا شاید 10 موتر باشه، در این معنای مکمل برای ما نمیده. یا مثلا میگین که فلانی کمپانی موتر ساخت، به طور مثال تیوتا موتر ساخت. چی نوع موتر ساخت؟ تیوتا مثلا چندین نوع مدل موتر داره. پس ما چی میکنیم؟ به خاطر ساختن اون بلوپرینت از او میایم یک آبجکت میسازیم. در چی؟ در قالب کلاس. و بعد از او با استفاده از امی کلاس آبجکت های از او به نظر به تایپش، نظر به سالش، نظر به نوش، نظر به کیفیتش و غیره و غیره بر از او آبجکت میسازیم. پس در کل کلاس چی هستن؟ کلاس بلوپرینت و یا پروتوتایپ چی هستن؟ یک آبجکت ما او را بعداً میسازیم. It represents a set of properties and methods that are common to all objects of one type. مثلا شما زمانی تیوتا میگین، تیوتا مثلا میتونه یک کلاس داشته باشه به نام کار و در اون چی کار میکنه؟ در اونجا آبجکت های چی را گفتیم میداره داشته باشه؟ آبجکت هایی که چی هستن؟ آبجکت هایی که کامن هستن یا پراپرتی های یا میتود های کامن هستن به تمامی آبجکت ها. آبجکت های چی که یک نوع هستن. مثلا شما نمیتونید این آبجکت باز بیاین ببرین و چی تبدیل کنینش، یا این قسمت یا قسمت دیگه را به یک بخش تولیدی دیگه تیوتا تبدیل کنین، یا به در بخش دیگه تولیدی دیگه تیوتا استفاده کنین. این تنها به چی کار گرفته میشه؟ به خاطر موتر کار گرفته میشه که چی هستن؟ set of property ها و میتودای هستن که میتوداش مثلا میتونه گفتیم سرعت تعیین کنیم، کار رنگش تنظیم کنیم و یا ای که بعضی خصوصیات دیگه که البته دارن. خب using classes you can create multiple objects with the same behavior instead of writing their code multiple times. یعنی ما زمانی که نوشتیم اینا را یک بار نوشتیمشانه، اما میتونیم با استفاده از این کلاس 100 آبجکت بسازیم، 1000 آبجکت بسازیم. در 1000 آبجکت ما 1000 بار به این عدد کد ضرورت به نوشتنش نداره، چرا یک بار نوشتیم این تنها میتونیم استفاده کنیم. چطور استفاده میکنیم؟ مسئله بعدی است. ما ساختیم، البته پروتوتایپش رو ساختیم و در اون میتونیم استفاده کنیم. خب This include classes for the objects occurring more than once in your code. معمولا گفتیم که زمانی که میخوایم آبجکت اورینتد خاصیت اساسی چی است؟ ما بتونیم با استفاده از او از نوشتن کد تکراری جلوگیری کنیم. پس در اینجا میره چی میکنن؟ ما کلاس ها رو زمانی که میسازیم، کلاس ها رو به این منظور میسازیم چرا او بخشایی رو در اون قرار میدیم که در آبجکت ما تکرار رو استفاده میکنیم. به خاطر جلوگیری از این تکرار ما از چیکار میکنیم؟ میایم از کلاس استفاده میکنیم. In general, class declaration can include these components in order. هر کلاس قسمی که بیشتر در میتود داشتیم، این بخشای یک میتود بود، پس این بخشای یک کلاس هستن. هر کلاس یک مودیفایر میتونه داشته باشه، public protected و یا دیفالت مثلا میتونه باشه. فعلا ما چی داریم؟ نو دیفالت رو در اینجا داریم.
بخش دیگه البته از کلاس نیم است. هر کلاس باید کلاس نیم داشته باشه و نام کلاس ما در اینجا نوشته کردیم، در اینجا به نام کار نوشته میشه. ما در اینجا باید چی کار کنیم میشه؟ در این قسمت باید حرفش کلان بسازیم، اینجا نوشته میکنیم کار. چرا؟ قانون کلاس چی است؟ باید حرف اول کلاس ما حرف چی باشه؟ کلان باشه، از میتود خود باشه. قسمت دیگه داریم که یک سوپر کلاس است، مثلا میتونه سوپر کلاس داشته باشه، میتونه سب کلاس داشته باشه. سوپر کلاس در صورتی که اگر داره هیچ تو میتونه داشته باشه، داریم بخشه میایم بخش inheritance اینا میرسیم. سوپر کلاس چیست؟ the name of class parent or super class if any precede by the keyword extend. مثلا شما یک کلاس سوپر کلاس هسته، این کلاس چی هسته؟ کلاس ساب کلاس هسته. در اینجا چیکار میکنین؟ من میگم اکستند کو. اکستند کو چی اکستند کو؟ مثلا من میگم اوپس اکستند کو. ای چی کار شد؟ فعلا ای عبارت از سوپر کلاس شد، ای عبارت از ساب کلاس شد. اگر داره پس این رو اضافه میکنین، اگر نداره هیچ. حتمی نیست. اگر داشته باشه استفاده میکنین. اما اضافه کردن خود کیورد کلاس و استفاده از نام کلاس حتمی و ضروری است. اینترفیس، اگر کدام اینترفیس مربوطه خود را داره، پس اگر داره من اینترفیس چیکار میکنین؟ ایمپلمنت میکنین در اینجا. اما ما چی نداریم؟ فعلا اینترفیس نداریم. در اینجا گفتی که فنی. و دوم بخش آخری چی هسته؟ عبارت از بادی هسته که هر کلاس باید چی داشته باشن؟ بادی داشته باشن. در بین از دو بادی امو میتودا و پراپرتی ها رو چیکار میکنیم؟ ما تعریف میکنیم. این چی هستن؟ بخش های عمده یک کلاس هستن. میان بالای قسمت چی؟ بالای آبجکت. آبجکت چی هستن؟ An object is a basic unit of object-oriented programming language that represent real-life entities. اما real-life entity در قسم پیشتر گفتم که ما object را به چی خاطر میسازیم؟ به خاطر ازی که ما بتانیم به موضوعاتی که در زندگی روزمره خود سر کار داریم راحت‌تر اونها رو در قالب کد تبدیل کنیم. پس تمامی موضوعات یا تمامی بخش‌ها یا تمامی چیزایی که ما در زندگی روزمره از کار میگیریم اونا چی هستن؟ بالاخره در قالب یک آبجکت هستن. مثلا مثال پیشتر کار دادیم یا موتور را دادیم، یک آبجکت هستن. مثلا شما میایین یک مثال موبایل میگیرین، یک آبجکت است. مثال کامپیوتر میتین، یک آبجکت است. مثال یک میز میتین، یک آبجکت است. مثال یک خانه یا اتاق را میتین، یک آبجکت است. که ما برای هر کدام از چی داریم؟ یک مجموعه از پراپرتی ها داریم و یک مجموعه از میتودا داریم. مثلا خانه رو شما مثال میتین، به طور مثال هر خانه بالاخره یک هایت و ویت و غیره می داشته باشه، رنگ می داشته باشه، ضخامت دیوارش تا مثلا میتونه داشته باشه، چند دروازه داره، چند کلکین داره، خود می دروازه و کلکینش نوعیتش چی هستن، رنگش کدام رنگ است، یا موبایل مثلا به می شکل چی رنگ است، سایز اسکرینش چقدر است، چی کارکردهایی در خود داره. یعنی هر کدامش یک ست چی هستن؟ بالاخره یک آبجکت و پراپرتیز و بعضی بخش‌های دیگه است که حالا با جزئیات اینجا گفته میشه، با میخوانیم میشه. پس اینا چی هستن؟ اما ریال لایف انتیتیز که میگیم اینا هستن. و اونا رو چیکار میکنیم؟ در قالب آبجکت تبدیل میکنیم و بالاخره نظر به اونم آبجکت ما پروگرامینگ میکنیم. پس به اون خاطر آبجکت چی هستن؟ یک بخش مهم چی هست؟ اوپس کانسپتی که برش میگیم یا اوپس که برش میگیم یا آبجکت اورینتد پروگرامینگ برش میگیم، آبجکت یک بخش عمده و مهمشه. A typical Java program create many objects. A typical Java program create many objects, which is union and track by invoking methods. شما زمانی که میخواییم اینا رو با هم چی کار کنیم؟ در یک پروگرام زمانی که آبجکت های مختلف میسازیم و میخوایم با اونا ارتباط برقرار کنیم یا از اونها استفاده کنیم، چی کار میتونیم؟ میتونیم با استفاده از میتودهای مختلفی که البته دارن، بارن کردن یا کال کردن و میتودا، اینا رو ارتباطی که میخوایم بینشان برقرار کنیم یا از اونها استفاده کنیم. The objects are what perform your code. They are part of your code visible to the viewer user.
آبجکت چی رو مشخص می‌سازه؟ کمی پروگرامی که ما نوشتیم، چرا گفتیم پروگرام با چی نوشته می‌کنیم؟ پروگرام بالاخره با استفاده از آبجکت‌های مختلف نوشته می‌کنیم. پس این چی هستن؟ تمامی همین آبجکت‌ها بیان کننده از این هستن که پروگرام بالاخره چی کار انجام میده، چطور کار انجام میده. مو اساس به چی هستن؟ به یوزر قابلیت دید و رویت را می داشته باشن. خب پیشتر گفتیم بخشای مهم یک میتود را خواندیم، بخشای مهم یک کلاس را خواندیم. یا یک کلاس میتونه چی بخشای داشته باشه؟ آلمین بالای آبجکت. An object mainly consists of نقطه اول state. It represents by the attributes of object. It also reflect the properties of object. استیت چی هستن؟ به خاطر مشخص کردن و یا به خاطر نشان دادن اتریبیوت یک آبجکت هستن. یک آبجکت چی اتریبیوت هایی در خود داره؟ او رو چی کار میکنه؟ استیتش مشخص میکنه. قسمت دیگه بیهیویر هستن. بیهیویر it represented by the methods of object. پیشتر داشتیم اتریبیوت یک بخشش و قسمت چی هست دیگه هست؟ میتودایش هست، بیهیویرش مشخص میکنه. It also reflect the response of object to other object. یعنی با استفاده از آبجکت، با استفاده از میتود شما میتونید بالاخره که یک آبجکت گفتیم که یک آبجکت با آبجکت دیگه ارتباط برقرار میکنه، با چی باشه؟ با استفاده از میتود میباشه. Identity چی هست؟ It is a unique name given to an object that enable it to interact with other object. هر آبجکت بالاخره چی دارن؟ یک نام مشخص خود دارن که با استفاده از اون نام ما میتونیم با آبجکت های دیگه چیکار کنیم؟ ارتباط برقرار کنیم. و قسمت دیگه چی هستن؟ method هستن. A method is a collection of statements that perform some specific task and return the result to the caller. هر آبجکت مثلا میتونه میتودهای مختلف داشته، البته استیتمنت های مختلف داشته باشن. پس مجموعه می استیتمنت هایی که بالاخره کار کرد یک آبجکت مشخص میکنه و بالاخره زمانی که کال میشه او آبجکت یا استفاده میشه در یک قسمت دیگه چی کار کردن با کال کننده یا با کسی که صدا زده یا کسی که استفاده کردن نشان میده، اونا چی هستن؟ استیتمنت ها هستن و تمامی استیتمنت ها میان در قالب چی میشن؟ در یک زمان در یک قالب قرار میگیرن. پس مجموعه تمامی استیتمنت ها رو به نام میتود یاد میکنیم یا متد یاد میکنیم برش. در آبجکت یعنی یک آبجکت 4 بخش اساسی رو در خود میتونه داشته باشه. استیت که عبارت از مجموع اتریبیوت های یک آبجکت است. مثلا رنگش چی است؟ بیشتر مثال کار دادیم. رنگش چی است؟ سرعتش چقدر است؟ بالاخره چند تایپ داره و غیره موارد. بیهیویرش هست، سرعتش زمانی که به چی اساس سرعتش تا چی اندازه پیش میره. مثلا کیفیت ساوندش به چی اندازه است، بالاخره با چی اساس کم و زیاد میشه. دروازه‌ای به چه شکل باز و بسته میشن. آیا ریموت با ریموت البته روشن میشه یا بدون ریموت روشن میشه. بریکش به چی اساس کار میکنه و چطور کار میکنه، در چی زمان کار میکنه. تمام اینا چی هستن؟ بیهیویرش و در چی زمان به حساب از خود چی ریاکشن نشان میده. یا بگاج در کدام حالت باز میشن. بالاخره کیفیت های دیگه که البته داره. ایدنتیتی باید داشته باشه، یعنی یک نام مشخص داشته باشه و به یک مجموعه سگمنت ها داشته باشه. این چی هستن؟ بخش های مهم چی هستن؟ یک آبجکت هستن. ما اینجا فهمیدیم که آبجکت چی است، کلاس چی است، میتود چی است. کلاس گفتیم بلوپرینت یک آبجکت است. آبجکت عبارت از ریل ورلد انتیتیز است که ما چی کار میکنیم؟ که ما زمانی که میخوایم یک پروگرام نوشته کنیم از او استفاده میکنیم. و میتود چی هستن؟ میتود به خاطر مشخص کردن از این است که زمانی که یک کلاس میسازیم یا یک آبجکت میسازیم او میخواد ارتباط برقرار کنه با یک بخش دیگه و چی اساس از خود، یا زمانی که میخوایم اون را کال کنیم استفاده کنیم چی کارکرد را از خود نشان میده، او را در قالب میتود نوشته میکنیم. و هر کدام از این چند بخش اساسی داشتن تمامیش رو خواندیم. آلمین بالای 4 pillars of object oriented یا 4 پایه یا 4 ستون یا 4 بخش اساسی چی؟ object oriented programming language یا در کل اوپس کانسپت. قسمت اول که البته داریم عبارت از انکپسولیشن هستن. انکپسولیشن چی هستن؟ انکپسولیشن ما برش میگیم بسته‌بندی
کپسول بندی. این مثال سادهش. Encapsulation. Technically, encapsulation is the variable or data of a class is hidden from any other class and you can be accessed only through another function of its own class in which it is declared. یعنی encapsulation چیست؟ اون ما چی کار میکنیم؟ تمامی وریبل ها یا تمامی دیتایی که ما در یک کلاس داریم او را چی کار میکنیم؟ بسته‌بندی میکنیم. در یک قسمت جابجا میکنیم و شکل کپسول میسازیم اونا را. تا چی شوند؟ تا هر یوزر از هر کلاس دیگه یا در بخش دیگه نتونن به هر قسم خواسته باشه به او دسترسی پیدا کنن و به خاطر اینکه اگر بخواه به او دسترسی داشته باشه او از چی استفاده کنه؟ با استفاده از بعض منبر فانکشنایی که ما در خود کلاس تعریف میکنیم بتونه از او استفاده کنه. او رو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام انکپسولیشن یاد میکنیم. خب an encapsulation the data in a class is hidden from the other classes. نکته اساسیش در انکپسولیشن اساس کار ما چی هستن؟ تا بتانیم خودمی کلاس هایی که البته دیتایی که البته داریم در داخل یک کلاس او را از دید یوزرهای دیگه یا کلاس های دیگه پنهان کنیم. using the data hiding concept. باعث وجود چی میگیم؟ همین کانسپت که ما دیتا را هاید میکنیم او را به نام چی یاد میکنیم؟ دیتا هایدینگ میگیم. which is achieved by making the member or methods of a class private. access modifier رو پیشتر گفتیم. نکته اساسی یا یکی از بخشای اساسیش که استفاده میشه در این قسمت هستن. access modifier گفتیم. access modifier به چی معنا؟ یا access specifier مشخص کننده سطح دسترسی. پس ما در زمانی که میخوایم کپسول بندی کنیم به این منظور میخوایم این کپسول بندی یا انکپسولیشن کنیم تا هر یوزر در هر جایی نتونه از او استفاده کنه. به طور مثال شما پسورد یک بخش دارین، یک وریبل، یک میتود دارین، به خاطر چی؟ به خاطر تنظیم کردن پسورد. او را نمیخواین یا یک تنها وریبل دارین به نام پسورد، نمیخواین که هر کس از هر جای بگیره چی کار کنه به او دسترسی داشته باشه. به شکل ساده کوره استفاده آبجکت شکل کنه و خلاص از او بتونه استفاده کنه. خب private and the class is exposed to the end user or the world without providing any details behind implementation using an abstraction. و ما خود امی کی چطور ساخته شده یا چطور تنظیم شده با استفاده از چی میتونیم کنیم میشه؟ با استفاده روش یا کانسپت دیگه به نام چی هست؟ به نام ابسترکشن است. که در کل اینا رو به نام چی یاد میکنیم؟ تمام اینا رو also done as a combination of data hiding and abstraction. یک چیز متوجه باشین که data hiding و abstraction از هم دیگه فرق دارن. که چی فرق دارن؟ نمی‌بالایشان. Encapsulation can be achieved by declaring all variables in the class as a private and writing public method in the class to the set and get of the values of variable. Encapsulation در این هم گفتیم چی که به خاطر چی است؟ به خاطر از اینکه بتونیم سطح دسترسی یوزر را کم بسازیم. با چی؟ با وریبل‌های یک کلاس، با دیتای یک کلاس. با استفاده از چی؟ با استفاده از زمانی که ما اسپسیفایر یا اکسس مودیفایر از او آبجکت چی کار میکنیم؟ به شکل پرایوت تنظیم میکنیم. و اگر خواسته باشیم کوره خب private and writing public method in the class to set and get the values of variables. خب زمانی که ما این پرایوت تنظیم کردیم در اینجا با وریبل خب سطح دسترسی یوزر را قطع کردیم که نه ست میتونه نه گت میتونه، نه میتونه یک کال کنه استفاده کنه، نه میتونه یک ولیو بر از او اساین کنه. پس به این معنی است که او چی کار شد در اینجا؟ در اونجا بخی یعنی امو اصل استفاده خوده یا من بخاطر چی خاطر تنظیم شده بود یا به چی خاطر تعریف شده بود او رو از دست داد. نه خیر نه، ما سطح دسترسی یوزر را کم میسازیم اما به یوزر اگر یوزر باز میخواد از او استفاده کنه او را به چی کار میکنیم؟ او را در قالب چی تنظیم میکنیم؟ در قالب بعد ست متد و گیت متد.
تنظیم میکنیم تا بتونه یوزر از او استفاده کنه. یعنی برایش ما بعضی خصوصیات داریم به نام ستر و گتر، اونا رو اضافه میکنیم و یوزر میتونه از این استفاده کنه. خب این که با ستر چی هستن، گتر چی هستن، هم نیم بالشن. خب ادوانتیج اف انکپسولیشن چی هستن؟ زمانی که ما از انکپسولیشن بحث میکنیم چی منظور داریم از او و چی خصوصیات و چی خوبیایی داره؟ یک بخش اساسیش یا بخش اولش که عبارت دیتا هایدینگ است. دیتا هایدینگ چی هستن؟ اونم یک روشه که ما میتونیم چی کار کنیم؟ صد دسترسی یوزر بعضی قسمت‌ها را از دید یوزر هاید کنیم. It's a way of restricting the access of our data members by hiding the implementation details. چطور اعمال شدن، چطور تعریف شدن، چطور تنظیم شدن، اون رو چیکار میکنیم؟ هاید میکنیم. Encapsulation also provide a way of data hiding. یک بخش دیتا هایدینگ با استفاده از چی میشه؟ با استفاده از انکپسولیشن میشه. The user will have no idea about the inner implementation of the class. It will be visible to the user how the class is storing values in the variables. این که یوزر بتونه ببینه که چی به شکل دیتا در این کلاس یا در این وریبل در کل ثبت میشه، او رو ما چی کار میکنیم؟ از یوزر هاید میکنیم. The user will only know that we are passing the values to a setter method and variables are getting initialized with that value. گفتیم چی کار میکنیم؟ خود این وریبل و شکل تعریفش یا روش تعریفش از این یوزر هاید میکنیم. برای خود وریبل میمیم تو ستر و گتر میسازیم که در اونجا یوزر چی کار کنن؟ تنها بتونه از او اگر میخواد ولیو برای ست کنه یا ولیو شکیت کنه از او کار بگیره. یعنی دیتا رو در کل هاید میکنیم که دایرکتلی نتونه از استفاده کنه. Increase flexibility. در increase flexibility برای ما چی کار میکنه؟ We can make variables of the class read only or write only depending on our requirement. به شکل ساده شما یک وریبل زمانی که تعریف میکنین و چی میباشه؟ یوزر میتونه هم ولیوی زیر چنج کنه در هر زمان خواسته باشه و هم میتونه ولیوی زیر استفاده کنه. اما این شما هستین که با استفاده از انکپسولیشن میتونین تنظیم کنین که چی باشه در اونجا، آیا تنها ریدانلی باشه یا تنها رایتانلی باشه یا هر دو را داشته باشه. یعنی خصوصیت را یا می خصوصیت دسترسی یا می کیفیت کار برای شما چی تنظیم میکنه؟ این کپسول با استفاده از انکپسولیشن میتونین تنظیم کنین. Like for example, if we wish to make the variables read only, then we have to omit the setter method. چرا تنها ریدانی میخوایم تنظیم کنیم؟ پس زمانی که ریدانی تنظیم کنیم یعنی تنها یوزر بتونه دیتا یا ولیویی که در وریبل ثبت است او رو با استفاده از گتر متد به دست بیاره. پس در اون صورت ما ستر کاملا غیر فعال میکنیم و می شکل اگر تنها میخواین ستر داشته باشه در اون صورت میشه گترش غیر فعال کنیم. خب the setter method like set or set h و این مثالای البته چی هستن؟ روشایی که با میتونیم میتود ستر بسازیم. این رو با نمونه کار میکنیم. From the above programs مثال above در این قسمت داریم مثالش ما چطور البته گتر و ستر استفاده میشن یا را کار میکنیم. اما اول میایم در اولای قسمت reusabilityش. Encapsulation also improve the reusability and it's easy to change with new requirement. خصوصیت دیگه در پهلوی از اینکه دیتا هایدینگ را برای ما قابل دسترسی میسازه تا بتونیم متدا را چی کار کنیم در اونجا پرایوت بسازیم تا هر یوزر نتونه از هر جهت استفاده کنه. چرا با او اساس تنها چی هستن؟ زمانی که ما پرایوت میسازیم تنها یوزرایی که در بین کلاس هستن میتونن از اون کار بگیرن، بیرون از کلاس نمیتونن از استفاده کنن. و قسمت دیگه چی داریم که اگر میخواین از استفاده کنن باز ما برمیایم از ستر و گتر استفاده میکنیم که بتونه یوزر به او ولیو ست کنه یا ولیوی که البته داره او را گت کنه یا استفاده کنه. و قسمت دیگه البته چی داریم که ما میتونیم با ریوزیبیلیتی البته داره. چرا بسیار بر راحتی ما میتونیم چی کار کنیم؟ بعض ریکوایرمنت هایی که البته دارن ریکوایرمنت ها را تبدیل کنیم یا ریکوایرمنت های را نظر به استفاده که البته داریم یا نظر به پروگرامی که تعریف میکنیم یا میسازیم یا نوشته میکنیم او را تبدیل کنیم. Testing core is easy. نکته دیگه
زمان شما میاین انکپسولیشن میکنین، یک کدتان را به شکل کپسول تنظیم میکنین، بسیار به راحتی میتونین برای دو یونیت تست نوشته کنین. کار که البته شما انجام میتین ان شاء الله در جریان کارتان در بازار منیس تستر کارتان نمی است. راحت میتونین خود وریبل‌ها یا بخشایی که دارین واره کال کنین و بالاخره به اونا یونیت تست نوشته کنین. خب مثالش مثلا در اینجا مثال ما در اینجا داریم یک کلاس داریم به نام ایریا، یک کلاس داریم به نام ایریا، یک وریبل داریم به نام لن و یک وریبل دیگه داریم به نام چی؟ به نام برید. خب در اینجا ما چی کار کردیم؟ در این قسمت آمدیم یک کنستراکتور همی، البته خود امی کلاسیک به نام ایریا داریم بوده ساختیم. کنستراکتور چی است؟ کنستراکتور همچنان یک میتود هستند. این که باز چی هستن؟ چند نوع دارن، او را میام بالاش بحث میکنیم. اما فعلا ما قبول فهمیم که یک میتود هستن و در اینجا از خود یک دو پارامتر داره که یکی عبارت از لنت است و یکی برت است. در اینجا گفتیم که لنت را بگیره مساوی به این لنت بسازیش دس دات لنت، یعنی این لنت است دس به این معنا کی استفاده کن، و برت هم گفتیم دس دات برت به این معنا که اینی برت که در ای چی هستن در داخل امی کلاس هستن ای را برید استفاده کن و در ولیو چی اساین کو، ولیوی که اینجا میگیری در این اساین کو، ولیوی لنت از اینجا بگی که عبارت از ای است در این اساین کو، ولیوی برت از این قسمت گرفته شده و بالاخره در اینجا اساین کو. خب زمانی که اینا شما در اینجا ما اومدیم اینو تعریف کردیم، خب چطور یوزر بتونه از این استفاده کنه؟ پس ما اینجا میام یک میتود دیگه تعریف میکنیم به نام چی؟ به نام گیت ایریا، که اگر کسی میخواد ایریا رو استفاده کنه اینی را کال بتونه. خب در این چی کار کردیم؟ آمدیم یک انت ایریا ساختیم و در اینجا لنت ضرب برید کردیم و بالاخره در اینجا آمدیم پرینت کردیم که ایریا این قدر است. و زمانی که حالا میخوایم کلاس کار بگیریم در کل میایم ابجکت کلاس هم میسازیم. اینجا گفتیم ایریا، خب ایریا رکتانگل و بالاخره نیو ایریا و بالاخره آوردیم لنت شبیه اندازه اضافه کردیم برش و برید شبیه اندازه و بالاخره در اینجا گیت رکتانگل امی ابجکت که استفاده کنیم رکتانگل است دات گیت ایریا گفتیم و بالاخره برای ما چی کار میکنه؟ ایرا پرینت میکنه. این برام چی است؟ برام انکپسولیشن است. مثلا ببینید مثلا ما در اینجا داریم این ولیو ها را داریم در این قسمت که عبارت از public static void print info است و در این قسمت کلاس داریم. مثلا اینجا بیایم اگر در این قسمت بیایم public static void main در اینجا تعریف کنیم. حالا اگر من خواسته باشم از این استفاده کنم چی کار میکنم؟ مثلا میایم این ولیو را کار دارم در این قسمت، مثلا کلر کار دارم در اینجا. حالا اگر میخوام کلر استفاده کنم چی کار میکنم در اینجا؟ مثلا میایم اول خود مثلا اگر بهم یک قسمت من استفاده کنم کلر من میتونم دسترسی داشته باشم. پس به اون خاطر به چی ضرورت دارم؟ با ساختن ابجکت کلاس ضرورت دارم. کدام کلاس؟ کلاس کار. اینجا میایم کلاس کارم میسازم equal to کلاس کار مثلا به طور مثال یک نام برش میتونم A یا مثلا برش اضافه میکنم که Camry equal to new کار. این ساخته شده در اینجا. حالا اگر خواسته باشم استفاده کنم کلر اینجا کمری میگیرم camry.color راحت میتونم چیکار کنم؟ این استفاده کنم. حالا من ولیو برای چی کار میکنم؟ اساین میکنم. مثلا چی باشه؟ رد اساین شد. حالا اگر من زمان خواسته باشه میره به شکل کپسول بندی تنظیم کنم چی کار میکنم؟ اینجا میام صد دسترسی یوزر کمتر بسازم به این. در این قسمت میام برای چی کار میکنم؟ این پرایوت میسازم. زمانی که پرایوت ساختم پرایوت استرینگ کلر اول در این چی کار میکنم؟ you cannot resolve sample با sample color. خب در سطح کلاس تعریف کردیم میشه، به سطح میتود تعریفش کنم. یک دقیقه private string class
اینجا اضافه میکنیم مثلا let. حالا چی کار شد؟ حالا ببینید زمانی که ما داریم تعریفش کردیم فعلا، اما در این قسمت قابلیت دسترسی نداره. چرا نداره؟ به این خاطر میگه color has a private access in the class. چرا زمانی که آمدیم میره پرایوت ساختیم؟ پس پرایوت قانون چی بود؟ تنها در سیم کلاس میتونه استفاده کنه. سیم کلاس از کجا شروع شده؟ از این شروع شده بالاخره دیگه ختم شده. پس زمانی که میخواین در جای دیگه کار بگیرین باید چی شود؟ یا اینکه پرایوت باشه، میبخشین، یا اینکه پابلیک باشه، یا پروتکتد باشه، یا دیفالت باشه. اما روش دیگه داریم به خاطر اینکه ما بتونیم از این استفاده کنیم. اون روش گفتیم چی است که اگر میخوایم از این استفاده کنیم باید برای بیایم چی کار کنیم؟ برای از بیایم یا گتر یا ستر تعریف کنیم. یعنی یک میتود تعریف میکنیم که یا میتود گتر باشه یا میتود ستر باشه. و در اون قسمت میتود ستر و گتر میتونیم تنظیم کنیم که به چه شکل البته از اینکه بتونه استفاده کنه. که او را بتونه ولیویش ست کنه و یا ولیوی که البته داره او را گت کنه. یعنی در قالب چی باشه؟ در قالب یک میتود باشه. هر کس نتونه در هر قسمت خواسته باشه از او استفاده کنه. مثلا اگر خواسته باشیم در اینجا ولیوی اینجا کسی گت کنه، یا مثلا میایم چی کار میکنیم؟ مثلا در این قسمت میایم اضافه میکنیم public void، مثلا میگیم get color. در اینجا ساخته شد برش. حالا در اینجا چی کار کنه؟ ریترن کنه. ریترن کنه چی را ریترن کنه؟ کلر. چی هست در این قسمت؟ یه get color ریترن. اوکی، اینجا واید گرفتیم و اینجا ریترن کردیم. استرنگ است در این قسمت. این چی کار شد؟ حالا اگر میخوای کسی از این کلر استفاده کنه میشه از این کار بگیره. و دوم چی داریم؟ ست میتونیم برش کنیم. مثلا چی کار میکنیم؟ میگیم پابلیک استرنگ، یا مثلا تمام میتونیم برش کار کنیم به این ست کلر بگیمشه ست کلر. حالا چی کار شد برای ما؟ در این قسمت برای ما this dot color، اینی کلر را گفتیم در اینجا برش ولیو را آمد، ولیوی کلر داد برش تنظیم شد برش. حالا اگر میخوایم این استفاده کنیم چی رو میگه کار بگیریم؟ چون که ولیو رو میخوایم کال کنیم در اینجا کار بگیریم، پس به این خاطر میم نوشته میکنیم دات. حالا ببینید کلر نیست، اما اگر بیایم در این قسمت بگوییم get color برای ما چی کار میکنه؟ برای میانه get color میاره. در اینجا میتونیم از این استفاده کنیم. و اگر خواسته باشیم میره تا پرینت کنیم میم در اینجا چی کار میکنیم؟ نوشته میکنیم ساوت و در این قسمت یا در اینجا یک واریبل مثلا میسازیم برش استرنگ ریزالت مثلا میگیریم و بالاخره را تنظیم میکنیم و میتونیم در اینجا بیاییم و بالاخره پرینت کنیم و ولیوش هم بر ما چیکار میکنه؟ پرینت میکنه. بر ما رد پرینت کرد. چرا؟ در اینجا رد داره. اگر میگم میره بلو بسازم چی کار میکنه؟ باید در این قسمت میگه بر ما ولیو بلو رو در اینجا چاپ کنه. اینی رو بنام چی یاد میکنیم؟ بنام انکپسولیشن یاد میکنیم که ما چی کار کردیم؟ آمدیم ولیوهایی که البته داریم اول آبجکت ساختیم. آبجکت فهمیدیم که آبجکت چی هستن. آبجکت گفتیم بلوپرینت یا پروتوتایپ، البته کلاس، البته بلوپرینت و پروتوتایپ چی هستن؟ یک آبجکت هستن. آبجکت گفتیم چی داره در خود؟ دو بخش اساسی داره در خود که عبارت است، یک عبارت از استیت است، یک بیهیویر است. استیت عبارت از اون پراپرتی هایی است که ما در اون کار میگیریم، مثلا ما در اینجا آمدیم مثلا ویل، اسپید لیمیت، تایپ، کلر و غیره رو برش تنظیم کردیم. و قسمت دیگه چی داریم؟ بخش دیگه داریم مورد بیهیویر که چی کار انجام بده، اسپید بگیره، به چی اندازه اسپید میگیره و چطور اسپید میگیره، ساوندش چطور است و به چه شکل تنظیم میشه و بالاخره دروازه‌اش به چه شکل باز و بسته میشن و غیره، بریک چطور میگیره، سرعت چطور میگیره و غیره موارد دیگه. اینا عبارت چی هستن؟ عبارت است البته میتودای یک آبجکت یا بیهیویرهای یک آبجکت هستن. و قسمت دیگه چی داریم؟ آمدیم بخش انکپسولیشن گفتیم. انکپسولیشن چی است؟ انکپسولیشن به خاطر اینکه سطح دسترسی یوزر به یک آبجکت چی بسازیم؟ کمتر بسازیم. حالا هر یوزر میتونه راحت زمانی که آبجکت کلاس ساخت اینجا بیای نوشته کنه کمری از آبجکت کلاس ما. اینجا میایم چی کار میکنیم؟ نوشته میکنیم که کمری دات
در این قسمت به اسپید لیمیت میگیره، راحت میتونه تایپ استفاده کنه یا میتونه چی کار کنه، اسپید لیمیت در اینجا تنظیم کنه بر شکل خاصه باشه. اما به خاطر اینکه 130 یوزر ما کمتر بسازیم چی کار میکنیم؟ ما او را به کپسول تبدیل میکنیم و به نوعیتش چی کار میکنیم؟ پرایوت تنظیم میکنیم. و به خاطر اینکه یوزر بتونه از او استفاده کنه چی کار میکنیم؟ ما بر از دو میتود تعریف میکنیم. یکی عبارت از میتود گتر، یعنی گت کنیشه ولیوشه، یعنی ولیوی را که ما داره البته او را چطور یوزر بتونه استفاده کنه. و دوم چی است؟ ولیوی ستر است که زمان با کار کردن از این بتونه یک ولیو جدید البته او چی کار کنه؟ ست کنه بر از او. پس اینا چی هستن؟ تمامی اینا عبارت از میتودایی هستن که ما میتونیم به یک البته به یک آبجکت خود تنظیم کنیم. مثلا ما در اینجا آمدیم، اینجا آورد بر ما در این قسمت ما میایم در اینجا اضافه میکنیم چی باشه؟ کلرش مثلا میسازم به طور مثال بلک. در اینجا اضافه کردم، حالا میایم در این قسمت چیکار میکنم؟ ایده اضافه میکنم. ببینید در اینجا این قسمت رو ببینید. خب به خاطر یک ولیو اساین داریم برای پیش از پیش، به خاطر اینجا برای ما آمده. خب ما اینجا ریزالت چاپ کردیم. ما اینجا میگم استرنگ ریزالت 2 یا مثلا فاینل ریزالت. خب این ست کلر از درست است. ست کلر شد. اینجا دیگه ثبت نمیکنیم و بالاخره اینجا میریم چیکار میکنیم؟ اینجا دوباره میگیم گت کلر ریزالت 1 یا فاینال میگیم برش. ببینید اینجا چی کار شد؟ بلو. چرا؟ به خاطر از این که ما در اینجا چی کار کردیم؟ تنها را گت کردیم. ببینید گت کلر کردیم، ولیویی که در اینجا داریم او را برای ما چی کار کرد؟ در اینجا پرینت کرد. و دوم چی کردیم؟ اول آمدیم ست کلر را کال کردیم، کمبری دات ست کلر، و رنگش را تبدیل کردیم، یعنی رنگ دیفالتی که داشت حالا به یوزر اجازه زیر چی داده شد؟ یوزر اجازه زیر داره که ولیو را ست کنه برای آمد رنگش را تبدیل کرد بس بلک. و دوباره زمانی گت کردیم آل ولیوی چی رو برای ما پرینت کرد؟ ولیوی جدید یا ولیوی را که یوزر تونست چنج کنه او رو برای ما پرینت کرد. این کانسپت در کل به نام انکپسولیشن یاد میکنیم. این کانسپت در کل به نام چی یاد میکنیم؟ به نام انکپسولیشن یاد میکنیم.